دوستان عزیز و ملت ارجمند ایران، این بار اگر لفظ و قلم ندارم و حتی میکنم مرا ببخشید. اولا هرچقدر آمریکا مرتباً به وحشی‌های اسلامی ایران آتش بس میدهند و آن را دوباره تجدید میکنند اشتباه است. حالا ببینیم در این 2 هفته اخیر که جناب آقای ترامپ رئیس جمهور محترم آمریکا به اینها آتش بس داده است چه فجایعی در این مورد به بار آورده است. اولا که چینی‌ها با فروش ستلایتشان در ردیابی منطقه‌های نظامی آمریکا در کشورهای عربی به جمهوری اسلامی کمک بسزایی کردند. دوما چین و روسیه با فروش اسلحه‌های سبک و سنگین و موشک‌های بالستیک و خوشه‌ای به کمک آنها شتافتند. سوما از عراق یک عده وحشی‌های حشد شعبی با وانت‌های خود وارد شدند که تعداد آنها 15 تا 20 هزار نفر می باشد و همچنین تعدادی نیز از فاطمیون افغانستان وارد ایران کردند و تعداد 80,000 نفر طلبه عراقی که در قم هستند به جمع آنها پیوستند. این اراذل روی وانت‌های خود برای ارعاب مردم دوشگاه مسلسل جنگی کار گذاشته و هر لحظه آماده شلیک هستند. آنها هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند با رضایت دولت ایران. از پول، غذا، جا، مکان و حتی سیره دختران در اختیارشان است. این ظلم به مردم ایران، در حالی که مردم ما در فشار اقتصادی به سر میبرند و حتی نان هم ندارند. جناب آقای نتانیاهو، چند روز که در خیابانها وحشت برای پاسداران موتور سوار به وجود آوردید، همه آنها به زیر پلها فرار کردند. یا به ما اسلحه برسانید و یا به کمک ما بشتابید. فردا و فرداهای دیگر خیلی دیر است. با سپاس، خسرو شکیب. یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سوالو تو سینم گذاشتی، جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ صحرا اسیرم، کجایی رفیقم؟ بیا تا چشامو تو اشکات بریزم. نگو دل بریدی خدایی نکرده، نگو دل بریدی خدایی نکرده. ببین ناز چشمات با چشمام چه کرده. همه جا رو گشتم، کجایی عزیزم؟ بیا تا چشامو تو اشکات بریزم. بیا و طلو کن. رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟
کجایی